السلام علیکم و رحمت الله. برادران و خواهران مسلمان من، اولا از شما خواهش دارم که نوارا که میبینین لایک مانده و به دوستان خودتان پهن کنین، چون یک خواهشی برادرانه من. و بعد دوستان من، پگاه الله سبحانه و تعالی نصیب راضی کرده باشد، با فضل الله پدر ما را جراحی میکنن، یعنی که دلشان اپیراتسیون میکنن. پس از برای رضا الله از همه شما همچون برادر خواهش دارم که در حق پدر ما دعای خیر کنید، تا که با فضل الله سبحانه و تعالی و با سببگاری دعای شما برادران و خواهران هموطن من اون جراحی موفقیت بگذرد. یعنی همه شما خوب میدونید که الله سبحانه و تعالی به موسی علیه السلام گفته بود که ای موسی، به مردم چنان نیکی کن، به مردم چنان نیکی کن که در حق تو دعای خیر کنن. من دعای خیر کس را در حق کس زود مقبول میکنم. من یک بنده پرخطا و پرگناهم و از من شاید هیچ نیکی برای امت نرسیده باشد، متاسفانه، استغفر الله. لیک امروز همچون یک برادر شما، همچون یک برادر مسلمان پرخطا و پرگناهی شما، از شما خواهش دارم که در حق پدر ما دعا کنین. از صدق در وقت نمازتان در سر جای نماز در حق پدر ما دعا کنین که الله سبحانه و تعالی با لطف و کرم خودش اون جراحی پدر ما را موفقیت بگذراند. الله سبحانه و تعالی به کل بیماران امت اسلام از خزانه غیبش شفای کامل عاجل نصیب راضی گرداند و کلی پدران و مادران را صاحبان سر فرزندان گرداند. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله. با احترام، دوست و برادر شما، امید رحمت.